به نام خدا. سلام دوستان خوبم، امیدوارم که عالی باشید. من دکتر زمانی هستم، مشاور روانشناس و مربی توسعه فردی. با فصل دوم دوره رایگان ثروت و قانون جذب در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. این دوره بر اساس کتاب ثروت و قانون جذب خانم استر هیکس طراحی شده و امیدوارم که مورد توجه شما دوستان عزیزم قرار بگیره و براتون مفید باشه. با توجه به اینکه این دوره چند قسمتی هستش، شما میتونید با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله و آل کنارش از زمان پخش ویدیوهای ما مطلع بشید و بتونید ادامه این دوره رایگان را به ترتیب داشته باشید و ازش استفاده کنید. توی فصل اول در مورد کنترل افکار و احساسات صحبت کردیم که لینکش را براتون داخل دیسکریپشن میذارم که بتونید ازش استفاده کنید. در این فصل میخوام در مورد هماهنگی ذهن و جسم صحبت کنم که این هماهنگی کلید موفقیت و تحول شخصی هستش. آیا تا حالا براتون پیش اومده که احساس کنید بین ذهن و جسمتون هماهنگی وجود نداره؟ شاید لحظاتی را تجربه کردید که ذهنتون پر از انگیزه بوده اما بدنتون خسته بوده، یعنی انگار توان بلند شدن و عملکرد را نداشتید، یا بالعکس بدن آماده بوده ولی ذهنتون پر از شک و تردید بوده. توی این فصل یاد میگیریم که چگونه ذهن و جسممون را توی یک مسیر هماهنگ قرار بدیم که انرژی های درونیمون آزاد بشه و از توانایی واقعی خودمون برای جذب موفقیت بتونیم استفاده کنیم. در ابتدا باید ببینیم که چرا هماهنگی ذهن و جسم مهمه. هماهنگی ذهن و جسم باعث میشه که ما انرژیمون به شکل متمرکز جریان پیدا کنه و در نتیجه بتونیم تصمیمات قدرتمندتر بگیریم، انگیزه و انرژیمون افزایش پیدا کنه و روند دستیابی به موفقیت و ثروت هم سریعتر میشه. اما وقتی که این هماهنگی وجود نداره ممکنه که ما با مشکلاتی مشابه مشکلاتی که الان بهتون میگم روبرو بشیم. یکی اینکه احساس خستگی و بی‌انگیزگی کنیم. دوم اینکه ترس از تغییر و عدم پیشرفت برامون به وجود بیاد و سوم اینکه عدم تمرکز در تصمیم گیری های مهم داشته باشیم. خب اولین گام برای اینکه ما بتونیم این هماهنگی ها ایجاد کنیم چه چیزی هست؟ شناخت باورهای محدود کننده هست که مانع هماهنگی ذهن و جسم میشن. این باورهای محدود کننده چیا هستن؟ همون باورهایی هستن که از کودکی رفته داخل ذهن ما و ما را از پیشرفت باز می‌داره. مثل من نمیتونم موفق بشم، من استعداد کافی ندارم، پول برای افراد خاصی هست، من توی یک کشوری متولد شدم که نمیتونم رشد کنم و از اینجور صحبت‌ها، از اینجور باورها که همه ما بالاخره یه تعدادیش رو ممکنه داشته باشیم. خب ما چطوری میتونیم این باورها رو تغییر بدیم؟ اول باید اونها رو شناسایی کنید و روی کاغذ بنویسید. در مرحله بعدی معادل هر باور منفی یک باور مثبت جایگزین کنید و روزانه باورهای مثبت را با صدای بلند تکرار کنید. خوشبختانه در این زمینه من یک کاری قبلا انجام دادم که میتونه براتون مفید باشه و ازش استفاده کنید. یک زمانی من اومدم حدود فکر میکنم 129 باور مخرب را شناسایی کردم و اونها را دسته‌بندی کردم و بر اساس پاکسازی هوپونوپونو اومدم برای هر کدومشون یک برنامه پاکسازی طراحی کردم و در کنارش یک باور مثبت را جایگزین کردم و یه جمله تأکیدی بر اساس اون باور مثبت ساختم. یعنی یک کار حاضر و آماده هستش برای شما که من لینک کانال، اسم کانالمون توی تلگرام هستش ثروتمندان،
که من لینکش رو براتون میذارم، میتونید استفاده بکنید، وارد کانال بشید و اون باورها رو به ترتیب براتون نوشته، یعنی دیگه زحمت شما کم میشه. میتونید بگردید ببینید کدوم باورهای منفی رو شما دارید، اونها رو بردارید و اون، حالا اگر دوست داشتید بر اساس پاکسازی هوپونوپونو میتونید پاکسازی روی باورها انجام بدید، یا به روش های دیگه ای که حالا دوست دارید این کار رو انجام بدید و اون جمله تأکیدی هم بردارید و تکرار بکنید، یعنی دیگه نمیخواد این مراحل شناسایی رو خودتون انجام بدید. در خصوص هوپونوپونو هم یه کوچیک براتون توضیح بدم، حالا انشالله توی آینده قصد دارم که دوره هایی در این زمینه هم به صورت رایگان براتون تهیه کنم، ولی فعلا در حال حاضر این رو بگم که هوپونوپونو معتقد هستش که ما یک سری خاطرات و باورهای منفی توی ناخودآگاهمون داریم که اونها مانع رشد و پیشرفت ما میشن و ما باید بابت اون خاطرات منفی که خودمون جذب کردیم یا اجداد و نیاکانمون جذب کردن بیایم به سمت خداوند و بابتش از خداوند طلب بخشش بکنیم که ناآگاهانه و از روی جهل این باورها رو جذب کردیم و از خداوند درخواست کنیم که اون باورهای منفی رو پاکسازی بکنه و نور الهی خودش رو جایگزین اونها بکنه. این یک کلیتی بود از هوپونوپونو که به صورت خلاصه ما از 4 تا عبارت متاسفم، لطفا منو ببخش، دوست دارم و متشکرم استفاده میکنیم در جهت این پاکسازی که حالا انشالله تو دوره های بعدی بیشتر در موردش مفصل صحبت میکنم. پس تا اینجا شد که باورهامون رو بشناسیم، رو کاغذ بنویسیم، برای هر باور منفی یه باور مثبت جایگزین ایجاد کنیم و روزانه باورهای مثبت رو با صدای بلند تکرار کنیم. هر چقدر که دوست داشتیم میتونیم تکرار کنیم، هر چقدر بیشتر بهتر. یک تمرین دیگه ای میخوام اینجا در مورد تجسم ذهن و جسم هماهنگ خدمتون بگم که تمرین خیلی خوبی هستش و کمک میکنه که ذهن و جسم ما هماهنگ بشه. یک حالت مراقبه هستش که شما همه الانم اگر دوست داشته باشید میتونید انجامش بدید. یک جای آروم را انتخاب کنید، بنشینید اونجا و چشماتون رو ببندید. شروع کنید به نفس کشیدن. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. حالا تصور کنید یک نور طلایی بسیار زیبا از فرق سر شما وارد بدنتون میشه و شروع میکنه از سرتون حرکت کنه تا کف پا. شروع میکنه به تک تک سلول های شما انرژی میرسونه، سر میزنه به تمام سلول هاتون و حرکت میکنه این نور طلایی توی تک تک سلول های بدنتون. از سرتون و مغزتون شروع میکنه، آروم آروم میاد روی قسمت های دیگه مثل چشم هاتون، همینجوری حرکت میکنه توی گوش هاتون، حرکت میکنه توی محفظه دهانتون، حرکت میکنه، همینجور آروم آروم از سرتون حرکت میکنه، میاد پایین، میاد توی گردنتون و توی تک تک سلول های گردن هم حرکت میکنه و شروع میکنه به چند شاخه تقسیم میشه. 2 شاخش میاد توی دست هاتون و باعث میشه که اون دست هاتون اون انرژی نور طلایی رو دریافت کنه. همینجوری حرکت میکنه توی 2 دستتون و از سرانگشتاتون خارج میشه و بخش دیگرش وارد
بدنتون میشه، یعنی وارد کمر و قفسه سینه میشه، همینجوری حرکت میکنه توی قلبتون، توی ششها، آروم آروم میاد پایین تر روی دیافراگم، بعد وارد کبد و معده میشه، به کلیه هاتون سر میزنه، به تمام اعضا و احشای داخلی بدنتون سر میزنه و از اون طرف از ناحیه کمر توی ناحیه کتف هاتون و ستون فقرات حرکت میکنه، همینجوری میاد پایین میرسه به لگن، باز حرکت میکنه و آروم آروم میاد وارد پاهاتون میشه و به تمام سلول ها سر میزنه و آروم آروم همینجور حرکت میکنه، از ران پا میاد روی زانوها، از ناحیه زانو باز حرکت میکنه، آروم آروم میاد پایین تر توی ساق پاها حرکت میکنه، میرسه به مچ پاها و بعد کف پاها و از کف پاتون خارج میشه. در این لحظه بدن شما و ذهنتون با هم هماهنگی کامل داره. میتونید با خودتون تکرار کنید: ذهن و جسم من در هماهنگی کامل است و من آماده دستیابی به اهداف خود هستم. ذهن و جسم من در هماهنگی کامل است و من آماده دستیابی به اهداف خود هستم. این یک تمرین دیگه ای بود که میتونه کمکتون کنه که ذهن و جسم شما با هم هماهنگ بشن. تمرین سوم که بهتون پیشنهاد میدم فعالیت‌های بدنی متصل به ذهنه، مثل یوگا، مثل تایچی یا پیاده روی آگاهانه. پیاده روی آگاهانه یعنی چی؟ یعنی هم زمانی که داری پیاده روی میکنی آگاه باشی به این پیاده روی، یعنی به قدم زدنت هوشیار باشی، آگاهی داشته باشی که داری پیاده روی میکنی. خود تمرین تنفس هم خیلی مهم هستش. اگر روزانه شما یه وقتی رو برای خودتون اختصاص بدید، مثلا 2 بار 3 دقیقه یا 3 بار 3 دقیقه در روز وقت بذارید و تمرینتون به این شکل باشه که نفس بکشید، دم، توی بازدمتون تصور کنید که تمام افکار یا تمام نگرانی ها یا هر حس بدی که اون لحظه داره شما رو ترک میکنه با بازدم، تصور کنید که اون انرژی های منفی از طریق بازدم خارج میشه. پس نفس میکشید، توی بازدم احساس میکنید که اون انرژی های منفی خارج میشن. این کار باعث میشه که انرژی شما توی یک مسیر هماهنگ جریان پیدا کنه و احساسات منفیتون هم کاهش پیدا کنه. در نتیجه ذهن و جسمتون بهتر با هم هماهنگ میشه. یک مورد دیگه هم که میخوام بهتون پیشنهاد بدم در خصوص تغذیه هست. سعی کنید توی برنامه غذاییتون از سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما استفاده بکنید، چون خیلی کمک میکنه به هماهنگی ذهن و جسم شما. اگر بتونید مصرف لبنیات را یک مقداری کاهش بدید، اون حالت سنگینی جسم از بین میره و خیلی سبکبالتر و راحتتر هستید و میتونید خیلی سریعتر هم کارهای روزانه‌تون رو انجام بدید، هم خودتون را و جسم خودتون رو با ذهنتون بیشتر هماهنگ کنید و موفقیتتون سریعتر میشه. اگر یک جمع‌بندی بخوام داشته باشم، ما توی این فصل راجع به هماهنگی ذهن و جسم صحبت کردیم. گفتیم یک سری باور محدود کننده داریم که باید شناساییشون کنیم و تغییرشون بدیم. روزانه تجسم و جملات تأکیدی مثبت را داشته باشیم و یک سری فعالیت‌های بدنی متصل به ذهن را انجام بدیم که هماهنگی برای ما ایجاد بشه. خب قطعاً اگر ما این اصول را رعایت کنیم، مسیر موفقیت برامون هموارتر میشه.
اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بفرمایید. این لایک شما باعث میشه که من بیشتر دلگرم بشم و یه جورایی این حمایتتون کمک میکنه که من با ذوق و شوق بیشتری این دوره های رایگان را براتون تهیه کنم. سابسکرایب بفرمایید و زنگوله و آل کنارش رو هم فعال بکنید. چرا این رو میگم؟ چون این سری ویدیوها یک سری ویدیوهایی هستش که چند قسمتیه و شما برای اینکه همه قسمت ها رو پشت سر هم داشته باشید، اگر که سابسکرایب کرده باشید و اون زنگوله و آل کنارش رو فعال کنید، به محض اینکه ویدیو توی یوتیوب منتشر میشه شما مطلع میشید، یعنی براتون یوتیوب اون رو نشون میده و این خب کمکتون میکنه که اون پیوستگی را داشته باشید. اگر کسی را میشناسید که واقعا نیازمند هستش به اینکه این دوره های رایگان را داشته باشه و بتونه ازشون استفاده کنه، حتما لینک ویدیو را براش شیر کنید، براش ارسال کنید که اون هم بتونه بیاد داخل یوتیوب و از این ویدیوها استفاده کنه. اگر که تجربیاتی دارید در مورد هماهنگی ذهن و جسم و راجع به شناسایی باورهای محدود کننده یا جملات تأکیدی یا تجسم یا اون مدیتیشنی که خدمتتون گفتم، اگر که دوست داشتید حتما توی کامنت بنویسید. اگر که سوالی براتون پیش اومد حتما توی کامنت بنویسید. من حتما کامنت ها رو چک میکنم و دقیقا به شما پاسخ خواهم داد هر سوالی که دارید و بسیارم خوشحال میشم. اگر دوست دارید راجع به مبحث خاصی در آینده براتون دوره رایگان تولید کنم حتما بفرمایید و من این کار را براتون انجام میدم در اسرع وقت و در نهایت براتون آرزوی موفقیت و شادکامی روزافزون دارم. با عشق و احترام، دکتر زهرا زمانی، مشاور روانشناس و مربی توسعه فردی.